روی بروک سوزان زدن گفتم به کالا میگیرم به کالا نگرفتم اکا شهباز احمدов сокини 26 солаи ноҳияи Ёвон мегӯяд 4 рӯз дар шуъбаи корҳои дохили ноҳия шиканҷа шудааст. Кормандони полис аз ӯ талаб карданд ҳамла ба як сокини ин ноҳияро дар назди қасри Фарҳанг ки бо корд захмӣ шуда буд бардӯш бигирад. آخه پوش آورد آباین آخه پومون لگده خیلی رنگ مرسدس میکنیم گفت خیلی قوی میشه گفت خیلی رنگ مرسدس میکنیم جدا گزی مرسدس میجی کنم خیلی اما خزدان ازدم پر جقیدم باین پومون جقیدم به کانال گرفتم گفتم من کارم خزوندم بشکن خو کنن اکا بشکن خو کنن دستور امیت کارم دستور پشت کردن ناروشنیک زدن محمودش کی باشه سوید مونداد سایه گفت کارچی بگی گیرون گفت یا مرتو بگی گیرون کارم کارم میت کارم دا شمار تاگ زد توگ زسای اکنه چیکه کی توگ مزن تو اکنه اخر توگ زسای من نگفتم من کالم جونسام من نکردم گفتم دا اکا شهباز میگوید تنها در زیر شکنجه گوشناشونید مجبور شد به خاطر خلاصی جانش گناهی ناکرده را به دوش بگیرد. شکنجه‌ای که با استفاده شدت برق اجرا شده است. یا که یا دسته میدونم کنه زده سای اکنه لازم است اخر گری دارم دا اخر کارسام به کالا بگیرد اما مجبور شدم اگه در جونم شدی نه که گفتم بیست نه کارم کارچی گفت به کالا گرفت وقت گرفتن هم شکویدن کبنت هر سیشان نکنن خیلی داندر کبنت شکویدن هیچ کنسته خستم اکا اجام خستم جو خیلی تاشنم اوندم دا که داینم اینجا خستان دا اینم جان با آدم شاد قزار کنه بشکن با غلطی دوندم جو قوادم رفت دیگه گفتم اکسایو دی اوت بخریم گفتم کارچی اگه دست خیلی کارچی دست خیلی که میگه بیو پیشو میکنم بخریم بعدی به گردن گرفتن گناه کارمندان پلیس شهباز را با شخص جبر دیده روبرو کردند. او گفته است که شهباز به او حمله نکرده است. بعد رد کردن جبر دیده به نقل شهباز کارمندان پلیس خواستند پای یک نفر دیگر را هم به این قضیه کشانند. او اسو گفت یک کاری دیگه دیگه چیکار میری کارچی میگی کوردا اول گفت خونه گفت با اسو گفت که میرم میگی اول کوردا بچه گلوف گرفتی میگی با میرم و خونه تو کور میگیری با گرفتم او بیچاره را گناهگار کنن اوران عدل قتیم محکم کردن شیاست کردن سر میکنیم دا اوج چی مسئولیت کردیم نشد پولشون مسئولیتشون پخ بر سر دادن. شهباز احمدov را 16 ایول میلیسه ناحیه یوان بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی به دست افتادن جنایتکار واقعی آزاد شده است. شهباز نسبت بدرفتاری کارمندان پلیس به مقامات ناحیه یوان شکایت کرد. دادستان ناحیه از آغاز پرونده جنایتی علیه کارمندان پلیس خودداری نموده است. مقامات پلیس ناحیه یوان تا حال در این باره رسما شرح ندادند. دادستان کلی تاجیکستان دستور داد که پرونده را دوباره بسنجند. شهباز احمدov در پرسش به دادستانی گفته است شکنجه شده است و گناه را زیر لط و کوب برداشت گرفت. پروکورور گنرالی هم فایل کارمون رفتیم امروز پروکورور گفت که میگیرون گفت سود میکنم شو گفت هیچ نشید آخه که چی همین نقل ترش با کارم کو وح وای نو خلفای خیلی وح وای نو خلفای ایش خیس گفت که کارچی ای بگیر دیرو راست که دیرو کنه کارچی فایل کنه بگیر محکم کنه سود کنه جدا مو وقت مخش اون نکبر سود میکنن یک مخشیده که به خداقسم باور میکنی حال نه همه رو فایل کارگان نه هیچی حال هر سه همین عدل که با وقتی احمدov شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پایفشاری کردند. احمدov امید دارد که خادمان پلیس ناحیه یوان برای شکنجه جسمانی و روانیش جزا میگیرند.